للعالمین میگه تضمین شده و او درست هست. از لحاظ اعتقاد سخت، از لحاظ اخلاق که اخلاق نبود. و آن حضرت اینجا مربیان اخلاق، اساتید اخلاق، دانشگاه اخلاق در مکه و مدینه، در حجاز برگزار شد و برقرار شد. چه انسانهای ساختن آن حضرت در انسان سازی ماهر بودند. مسجد النبی در او شرایط و او زمانه که فقر بود، گرسنگی بود، مردم از لحاظ اقتصادی تحت فشار بودند، از لحاظ فقر و از لحاظ معیشت بسیار در وضعیت خطرناکی بودند. لباس کافی نداشتند، خوراک نبود و آن حضرت در این حالت مبعوث شدند اونجا. لیکن مردم از لحاظ اعتقاد و دیانت هم ساختن، از لحاظ ایمان، از لحاظ اخلاق. چنان اخلاقهای فاضله، چنان اخلاقهای زیبا و مکارم اخلاقی که توی دنیا نمونهش جای دیگه پیدا نمیشد. رجال ساختن مسجد، درسته مسجد النبی از شاخه‌های درختهای خرماست سقفش را زدن و تیرریزیش با تنه درخت خرما بود، دیوارها با خشت خام و گل بودن و فرش مسجد ماسه بود، ولی اولیاء الله را آن حضرت ساختن. انسانهایی که دنیا را بتوانند بسازند نمونه بودند. ابوبکر ها را ساخت، عمر ها را ساخت، علی ها را ساخت، حسن و حسین ها را ساخت، عثمان ها را ساخت و صحابه کرام را ساخت. انسانهای فرهیخته، انسانهای والا مقام که دنیا را توانستن رهبری بکنن. چنان انسانهای ساخت که خودشون در فقر زندگی کردن و دنیا را سیر کردن. همین صحابه که گرسنه بودن، مردم حجاز، قبایل عرب، اینها همه زندگیشون درست شد آینده. اقتصاد اینها را ساخته، اقتصاد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که برنامه‌ای که در مدینه آمده اجرا کرده. بنده یک بار با مسئولین همین گفتم که شما اگر میخواهید اینجا اقتصاد در ایران بسازید، برید به سراغ حضرت یوسف علیه السلام که 7 سال که سالا آباد بودن چه کار کرد و 7 سال دیگه که کات آمد چگونه مصر اداره کردن که مصری ها بعد زمانه بعد افسوس خوردن، افسوس حضرت یوسف ها. و برید به سراغ اقتصاد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که چگونه آن حضرت مدینه که تجارت نداشت، زراعت مختصری داشت، دامداری داشت، چگونه آن حضرت صلی الله علیه وسلم زراعت را توسعه دادن، چگونه آن حضرت صلی الله علیه وسلم برنامه ریزی کردن که صحابه کار کنن، شغل ایجاد کردن برای اونها، به شغل تشویق کردن، به کارآفرینی تشویق کردن و صحابه کرام رضوان خود کفا کردن. و این تعلیم از وحی سرچشمه می گرفت. این راهنمایی های الله تعالی بود و هوشمندی خود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. زنان ساخت، مردان ساخت و چه انسانهای فریخته ساخت و زنان ساخت و چه
زنهای توانمندی را آن حضرت صلی الله علیه وسلم ساختا. زنها همون استعدادی را دارن که الله تعالی به مردان داده. زنها عقل دارن، هوش دارن، استعداد دارن. جامعه زنان مدینه، زنان انصار، زنان مهاجره، زنان انصاریه، چگونه این زنان آن حضرت ساختند؟ دختران آن حضرت، بنات رسول صلی الله علیه وسلم که در رأسشون حضرت زهرا هست. زهرا چه زن فرهیخته بود، چه زن والا مقامی بود و چه تاثیر این زنان در ساختن جامعه، در ساختن جامعه او روز داشتند. خدیجه الکبری چه مقام والایی داشت، چه زن فرهیخته و شیرزنی بود. عایشه صدیقه رضوان الله تعالی علیهن اجمعین بر همه این زنان فرهیخته رضامندی و رحمت خدا باد. چه زنهای ساخت، اینا چه تاثیر ساخته داشتن در ساختن جامعه، در ساختن فرزندان فرهیخته، در ساختن زنان والا مقام. این زنهای که تلمس آن حضرت را کردن، شاگردی آن حضرت را و ساختن آن حضرت اینها را، اینها چه اندازه توانستن جامعه را بسازن. و این درس این استاد درس انسانیت را داد، درس اسلامی را و اعتقاد و عمل کرد صحیح را داد، درس انسانیت را داد، درسی داد که او مسلمانان صدر اسلام بتوانند تمام جامعه بشری و انسانی را رهبری بکنند و راهنمایی بکنند و بسازند. و این درس تا امروز باقیه، ولی متاسفانه این درس تا امروز مسلمانان فاصله گرفتن با این درس. شما بینید با یهودیان حضرت چه رفتاری کردن، با منافقین که کارش این بود که اطلاعات مسلمانان را به دشمنان مسلمانان میدادند، ظاهر مسلمان و باطن نامسلمان. اما وقتی که به آن حضرت گفته که شما این منافقین را بکشید، قتلشان بکنید، ضرر میرسانند، آن حضرت فرمود اگر من منافقین بکشم، مردم دنیا میگن که محمد صلی الله علیه وسلم ملت خودش را میکشه. مردم خدا، دولت‌های دنیا این نکته را بدانید که حضرت رسول فرمودند اگر من منافقین که به ما ضرر هم میرسانند، نقصان میرسانند، تحریک میکنند دنیا را علیه ما، دشمنان ما را علیه ما تحریک میکنند، کمک میکنند با دشمنان، اگر من این منافقین بزنم، وقت مردم میگن که محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت محمد ملت خودش را میکشه. وقتی برای ملت خودش وفای نداره، برای ما چه وفای خواهد کرد؟ آن حضرت فرمودی کرد خوب دنیا متوجه بشه، حکومت های دنیا بدانند که کشتن مردم خود و ملت خود کار درستی نیست. رئیس منافقین عبدالله بن ابی بن سلول، رئیس منافقین، تمام زندگی آن حضرت را اذیت و آزار داد، تهمت نشر میکردن، افترا میبستن و این تا آخر دشمنی کرد با آن حضرت. وقتی وفات کرد خبر داد آن حضرت را فرزندش که اسم فرزندم عبدالله بود و پدرم عبدالله بود،
گفت که یا رسول الله جنازه پدر من بخون. آن حضرت آمدن برای نماز جنازه برگزار کن. گفت یا رسول الله جامه خود را، قمیص خود را، جامه خود را بده که من به تن پدرم بدم، شاید پدر من عذاب مس نکنه. آن حضرت جامه را کشیدند دادن. جامه آن حضرت را عبدالله بن ابی بن سلول را گذاشته بودن توی کب بیرون آوردن، جامه آن حضرت را به تن دادن. آن حضرت برو نماز هم خوانده بود و گذاشتن تو. اون روز دنیا حیران شد، مردم حیران، منافقین حیران شدن که این چه ترحمه، این چه انسانیته، این دشمن شماره اول آن حضرته، دشمن شماره یک آن حضرت این نبودن، عبدالله بود. بلای آمده دشمن جنازهش را میخانه، جامهش را، قمیصش را میکشه به تن او میده، آب دهانش را هم در جامه می اندازه و حیران شد. یکی از صحابه جامه آن حضرت را از پشت گرفت که شما برای منافق نماز نخونید. آن حضرت فرمود که الله تعالی من نکرده است، خدا که من نکرده من نماز میخوانم، نماز داده. نتیجهش چه شد که بخشی از منافقین توبه کردند و مسلمان شدند، ایمان آوردند به آن حضرت. این نتیجه وقتی که با اخلاق رفتار بشه، با تسامح رفتار بشه، با گذشت رفتار بشه، نتیجهش این هدایت. وقتی که با تسامح نباشه توی زندگی ما، سخت بگیری باشه، نتیجهش این میشه که عده‌ای از اسلام، عده‌ای را از اسلام فراری بدیم، عده‌ای از دین نفرت کنن، عده‌ای از دین فرار کنن. عمل کرده ما سبب میشه که عده‌ای از دین فرار کنن. چه اخلاقی با دشمنان است. شما توجه کنید، روزی که آن حضرت در بدر فیروز شدن و اسرای بدر آوردن، با اسرایی که بتپرست بودن، دشمن آن حضرت بودن، با آن حضرت جنگیدن، آن حضرت را از مکه خارج کردن و صحابه را، بعد در بدر جنگیدن و آن حضرت این را اسیر کرده بود. آن حضرت بین چه رفتاری کرد؟ یک نفر از اسرای بدر نکشتن. بعضی مشوره دادن صحابه که این را بکشی. آن حضرت فرمود مشوره دیگر آن بود که نکشی. آن حضرت همین مشوره را قبول کرد، مشوره میکرد. از اسرای بدر یک نفر را نکشتن، همه را آزاد کرد و برای آزادیشون شرطای و یک شرطی گفته هر کسی که 10 نفر را سواد یاد بده از مردم مدینه، ما او را آواز ده، این سواد ببینه. تعلیم آن حضرت چه اندازه اهمیت قائل بودن و این با اسرای و این در دنیا اثر کرد. تمام قبایل عرب حیران شده که چه اخلاقی، چه رفتاری، چه گذشته. و وقتی که آن حضرت به صلح حدیبیه را انجام دادن، در صلح حدیبیه بالاخره تمام شرطای مکه را قبول کردن، با این حال که آن حضرت برتری نظامی داشتن. صحابه عرض کردن یا رسول الله اینا ما آمدیم که عمره انجام بدیم، اینا برای عمره آمدن. مردم مکه جلو اونها را گرفتن و گفتن شما اجازه بدید ما جهاد کنیم، بزنیم اینا را. فرمود نه، اجازه جنگ ندادن. گفتند که اگر اینا برای صلح بیاین من صلح میکنم، هر خصلت خوبی را پیشنهاد کنم من قبول میکنم. و حضرت شرایط مکه را پذیرفت. شرایط سنگینی بود، مسلمانان غمگین شدند، پریشان شدند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم با قاطعیت شرایط اونا را پذیرفت و صلح کرد. صلح 10 ساله بسته شد. جنگ احد گذشته بود، احزاب، بدر، چندین جنگ بین مکه و
مدینه منوره بین آن حضرت و اونها، ولی به همین شرایط اونها را پذیرفت و آن حضرت صلح منعقد کرد و این صلح و این گذشت سبب شد که حتی در صلح نامه وقت نوشت حضرت علی محمد رسول الله، ای از جانب ما گفتن رسول الله را ما قبول نداری، لفظ رسول الله را برداری، محمد بن عبدالله، محمد فرزند عبدالله باشه و اسم پدر آن حضرت. ما اگر آن حضرت به عنوان رسول قبول می کردیم که ما مخالفت نمی کردیم و اینجا آن حضرت پذیرفتن شرایط اونها و صلح انجام داد و وقتی که برای فتح مکه سال 8 این صلح بعد اونها شکستند و اونها عادشکنی کردند و آن حضرت سال 8 هجری برای فتح مکه آمد و مکه را فتح کرد و وقتی که وارد شهر شدند و یک شخص فریاد زد که الیوم یوم الملحمه، امروز روز خونریزیه و ما جنگ خونریزی را امروز در مکه انجام میدیم. به آن حضرت رساندن این خبر، آن حضرت فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمت، امروز روز رحمت. و رد کردن اون قول صحابی را که گفت روز خونریزیه. گفت نه، روز انتقام نیست، روز خونریزی نیست، امروز روز گذشته. آن حضرت گذشته را انجام داد که دنیا حیران ماند، یک لشکر فاتحانه وارد بشه، چه جرم و چه جنایت رو انجام میدن. حضرت نگذاشت که کسی بینیش خون بشه، نگذاشت که مال کسی تاراج بشه، به ناموس کسی دست راز بکنه. تو این شهر صحابه فاتحانه دوره زدن و بالاخره همه را گذشت. و هر کسی که توی خانه اش بره کار داشته نباشید، هر کسی توی مسجد الحرام کنار خانه کعبه بیاد کارش داشته نباشید، میدان برای جنگ نیاید. ولی حضرت گذشته آن حضرت در بدر و تحمل آن حضرت در حدیبیه و گذشته آن حضرت روز فتح مکه و بدر دنیا را تکان داد که این پیامبر واقعا پیامبر رحمت، این رحمت للعالمین، اینه چه گذشته، این اخلاق دنیا را تکان بده. اگر این اخلاق باشه، اگر عدالت تا چنان حضرت گسترش داد که امکان ظلم وجود نداشت، آزادی و چه آزادی که از شخص آن حضرت صلی الله علیه وسلم جلوی آن حضرت بیستند و حرفهایشون را صاف و رک بگن و خیلی واقعا تکان دهنده واقعه که او یهودی گفتن که آزمایش کردن و تجربه کردن تمام آنچه که در تورات آمده، کتابای گذشته در آن حضرت صداقت پیدا میکنه. یک حلم آن حضرت را من هنوز متوجه نشدم. در یهودی در یک داد و ستد به آن حضرت به هر حال پول به آن حضرت پرداخت کرد که در عوضش خرمای آن حضرت بده و هنوز وقت خرما نرسیده بود، هنوز او پرداخت هنوز باقی بود که او آمد جلوی آن حضرت را گرفت و لباسای آن حضرت را کشید سخت که تو حق منو چرا نمیدی. و صحابه خواستن تنبیه کنه، حضرت فرمودن نه، منو توصیه کنید که حق اینا بدم و اینا توصیه بکنید که حقش را به خوبی بگیره. و دستور دادم برید اما اندازه که خرما میخواد بیشتر به او بدید. و او وقتی که خرما را تحویل دادن
او لا اله الا الله محمد رسول الله را خواند. گفته که چی که من میخواستم تجربه بکنم به این پیامبر تجربه کردم و آزمایش کردم و این پیامبر بر حق خدا است. اسلام با اخلاق آمد، اسلام دین اسلام با عدالت آمده، گسترش عدالت. دین اسلام با گسترش آزادی آمده است. دین اسلام دین رحمت برای همه راحت. مسلمانان به انسانیت فکر کردن، به قوم فکر نکردن، به دین تنها فکر نکردن، حتی به حقوق حیوانها توجه دادن. حضرت اونها را که حیوانها را به حیوانها ترحم کنید، به حیوانها برسید. خودتون به سایه میخوابید و اونها به آفتاب نباشند. خودتون در مکان گرم و حیوانات بر سر سردی نباشند. خودتون سیر باشید، حیوانات گرسنه نباشند. حق حیوانات. و لحاظا این مسائلی که اگر ما این مسائل مورد توجه قرار میدادیم، امروز مشکلات که هست نبوده. امروز زنان که فریاد میزنن، واقعا من این نکته را عرض کنم که بعضی میگن شما که از آزادی زنان و حقوق زنان صحبت میکنید، خودتون چه کار کردید؟ بعضی زیر سوال بردن. و واقعا ما از دیری که دنبال این مسئله، اینجا یک منطقه سنتی بوده در بلوچستان و قبلا واقعا زنها آزادی آنچنانی نداشتند، ولی اینجا الحمدلله کار شده. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه کار کردن، دانشگاه ها آمدن، مدارس دینی و حوزه ها آمدن، علما آمدن، اندیشمندان آمدن و زنها اینجا قبلا در نبودن. توی انتخابات ها ما پای زنها را به انتخابات کشیدیم. زنها باید بیان رای بده، حق رای دارن. خود اینجا دارالعلوم زاهدان خوابگاه برای دانشجویان زن زده، برای دانشجویان مرد زده که مسکن مجانی به اونها داده که تحصیل کنن، علم بخوانن زنان. و توی انتخابات همیشه زن در ترکیب موجود بوده، در ترکیبی که از مسجد اینجا اون ترکیب حمایت شده و الان هم چند تا زن در ترکیب شورا هست. زنهای در سطح کشور که کاندیدا بودن برای مجلس بسیاری جا که اونجا اهل سنت بوده و سفارش شده به اهل سنت، وقتی که متوسل شدن و گفتن که حمایت بشن، زنهایش توانمندی بوده حمایت شدن. زنها حمایت شدن که نمایندگی مجلس را اعراض بکنن. زنها اینجا مدرسه دارن، ما میخوایم زنها فقیه بشن، زنها هم محدثه بشن، حدیث بلد باشن، مفسره باشن، برن توی دانشگاه ها زنها فریخته بشن. و ما توصیه میکنیم به همه مسلمانان که جلوی زنها را از علم و دانش نگیرید. برای زنها برنامه ریزی بکنید، برن دنبال علم، برن دنبال دانش. زنها هم حق دارن. امروز زنها تحصیل میکنن و زنها تخصص کسب میکنن، در زنها فریخته صاحب نظر و توانمند موجوده. من با همه بنده با دولت های در زمان اصلاحات هم به کرات با اینها از همین منبر صحبت کردم، از همین تریبون که حق زنها را بدید. من با بسیار مراکز علمی، مراکز دینی شیعه و سنی مخالفت کردن در حق زنان. من گفتم نباید در حق زنها تنگ نظری اعمال بشه. زن بالاخره میدان داده بشه. زنها مغزی دارن، فکری دارن. چرا فکری اینها شکوفا نشه؟ چرا این استعداد کسب نکنن؟
چرا تفاوتی بین زن و مرد باشه؟ زنها وزیر داشته باشن، زنها مقامات بالا، مقام بالا را احراز کنن. وقتی زن بتوانه کار کنه، وقتی توانایی داره چرا کار نکنه؟ و این اعتقاد ماست. این نیست که ما در حق نه. الحمدلله زنها اینجا تو این منطقه خیلی پیشرفت کردن توی زمینه‌های علمی و خیلی زمینه‌هایی که ما توانستیم پیشنهاد دادیم اینها را برای سفارات به وزارت امور خارجه که زن سفیر بگذارن، برای در ریاست جمهوری خواستن کار بدن. هم ما فهرست لیستی از زنان و از مردان دادیم که شما زیر کار بگیرید. و لازم اینجا الحمدلله تنگ نظریه نیست. و اعتقاد ما اینه که حق زنانه که باید زنان توی عرصه های گوناگون ظهور کنن و توانایی خود را نشان بدن و برای جامعه کار کنن. و اعتقاد ما همینه عزیزان من واقعا خیلی متاسف شدم از این جریان این حسین شکاری که اهل تهرانه و ایشون محسن شکاری که در اعدام شد اخیراً و سر و صداهای را انداختن. خب یک کسی که کسی را نکشته، حالا اگر راهی را بسته و کارد زده به یک بسیجی و بسیجی هم زخمی شده است، خب از لحاظ شرعی ما نمیتونیم اینو بکشیم. قرآن مرد مجوز چنان نداده و آیه که بعضی اینا محارب قرار میدن. محارب تا محارب هست. اگر یکی محارب هم باشه بالاخره باید زندان داده بشه. آدمی نکشته، محاربه که آدم بکشه کشته میشه. و آیوان این آقای شکاری را اعدام کردن یا افرادی که معترضن اعتراض کردن شما اینا را حکم اعدام بدید، آدم نکشتن و بالاخره صحیح نیست. استدلال از قرآن نادرسته و لحاظا اینها محارب اما تنبیهات مختلف داره. محارب اگر شما یکی را محارب قرار میدی زندان داره و یکی بالاخره میتونی زندان بدی، میتونی تبعید بکنی. شما شکاری را 1 سال 2 سال زندان میدادی و این تنبیه برایشون کافی بود. و اما این افرادی که مردم مستقیم زدن، توی همین مسئله فوتبال که بعد مردم توی خیابان را افتاده، کسی را مامور مستقیما تیر زده و کشته. یکی که خوشحالی کرده زدن، بعضی را کشتن. و این مامورین شما نگرفتی که قصاص بگیری. افرادی که در این اعتراضات اخیر کشته شدن بسیاری بیگناه، بسیاری از اینا شعاری دادن، زدن به سرشون تیر. و اینا قصاص داره اینجا. این مردمی که اینجا توی مسلح زده شدن، توی خیابانات کشته شدن، اینا چه کار کردن؟ آیا او کسی که چاقوی زده، کارد زده به بسیجی کشته میشه، برای یک بسیجی شما 5 نفر حکم اعدام میدید؟ خب اینا بررسی داره. اینا بالاخره این شریعت اسلام، ما اگر به قانونهای روز همه مطالعه داشته نباشیم در مسائل شرعی، این تخصص ماست. این کار میکنیم ما تو اینجا توی این مسائل. شما 5 نفر اعدام دادید برای 1 نفر و این نفرهایی که حالا در کوتاه‌ترین مدت وقتی مامور شما کشته بشه شما حساسیت نشان میدید برای این مردم، ملت شما حاکمید، اینا ملتن.
نباید بین اینها و بین مامور شما مساوات باشه. شما تا حالا مامورین نگرفت، این ماموری همه نه تنها مال زاهدان. شما بررسی بکنید خیلی از این مامورین مردم به ناحق کشتا و اینها چه فرقی دارن؟ همه ملتن، همه مردم شما، همه ملت شما. بالاخره قاتلان اینها را هم بگیری و قاتلش ما کساس بدی، کسی که قتل نکرده، ترسونده، راهی را بسته، چاو کاردی زده، چاو خوی زده، مالی را تلف کرده است، بالاخره او را قتل او صحیح نیست از لحاظ قرآنی، از لحاظ شرعی. شما بگید ما شریعت اجرا میکنیم و شریعت سلیقه‌ای نباید کسی اجرا بکنه. اعدام هایی که اینجا تو ایرانه هیچ جای دنیا نیست. اعدام ها در هیچ عصر در اسلام نبوده، در هیچ زمانه، نه زمان اهل بیت و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، نه زمان حضرت رسول و خلفای راشدین، نه بعدی بوده. و اینها به ضرر، نقصان شماه، نقصان کشوره. و لحظه اینا جلوگیری بشه. تو همین مسئله هسته‌ای این همه طول کشید، شما کشور با تحریم روبروست و سخت‌ترین تحریم، مردم با فقر، بر مردم فشار آمد که مردم امروز اعتراض میکنن، مردم فقیرن، مردم گرسنه‌اند، مردم در بدرن و شما اینو نتوانستید حل کنید. حل میکردید. ما چند وقت پیش از این گفتیم حضرت چه کار کرد در صلح حدیبیه؟ شما بکنید اون کارا. در جنگ ایران و عراق بالاخره وقتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی هم چیکار کردید که این جنگ نابرابره و دشمن پیشروی میکنه توی خاک ایران، صلح کردن که جلوش را بگیره. و شما همین مسائلی که اینجا بر ملت فشاری، بر کشور فشاری، شما بالاخره کنار بیایید، مسئله تو حل کنید. و این مسئله همینطور ماند. حالا این بر ملت فشار آمده، ملت مشکل داره، اعتراض میکنن و اعتراض اینا را بشنوید، با اینا بشینید، با اینا مذاکره کنید. مردم ملت ایرانن، اینا را زدن کار درستی نیست، اینا را کشتن، اینا را زندان کردن، اعدام کردن، نقصان داره. این اعتراض خاموش نمیشه به کشتن مردم. شما هم فکر کنید روی این مسئله، بشینید با این صحبت کنید. همانطور که حضرت در صلح حدیبیه نشست و با دشمنانش نشست. اینا ملت ایران، اینا مردم ایران، همینا انقلاب کردن، همینا من و شما را در راس قدرت آوردن، همینا ولی نعمتان، پدران اینها ولی نعمت بودن. اینها بشینید با اینا با محبت حرف اینا را بشنوید. پوش میدن هم بشنوید، ناسزا میگم بشنوید، گرچه من با ناسزا گفتن با پوش دادن مخالفم، ولی معتقده که باید نشست و حرف شنید، از حق اتباع کرد، از حق تابعداری کرد. من اگر رویم اشتباه بوده باید قبول بکنم که اشتباه کردم. وقتی مردم بر من اعتراض دارن باید بپذیرم، حاکم باید اشتباهات خود را بپذیره. بشینید با مردم صحبت کنید، حل کنیم مسائل در چارچوب گفتمان، در چارچوب منطق، در چارچوب استدلال. و این کشتن مردم، زدن مردم، محاربه قرار دادن مردم مشکل حل نمی کنه، درد دوا نمی کنه. و الله تعالی همه ما را توفیق بده که صحیح فکر کنیم.
در روز دانشجو بود دیروز و در حال ما این روز را گرامی می‌داریم. کشر دانشگاهی و کشر دانشجو از بهترین اکشار ما هست. این امید آینده ما هستند، آینده سازان ما، آینده اداره مملکت در دست اینها است. پیشرفت کشور در دست کسانی است که علم می‌خوانند، دانش می‌خوانند و ما برای این کشر باید احترام قائل باشیم و گرامی می‌داریم این روز را برای این عزیزان و ما امیدواریم که مشکلات حل بشه. با دانشجویان بشینید، با دانشگاهیان بشینید و توجه کنید، مشورت کنید با صاحب نظران کشور که چه کار کنید. بشینید با صاحب نظران و الله تعالی توفیق عنایت کنه و مشکلات کشور را الله تعالی حل کند. و توصیه هم میکنم بعد مثل گذشته ما هشدار دادیم که ببینی عوامل نفوذی در میان شما، در میان کسانی که اعتراض دارن، اعتراض گفتیم که اعتراض مسالمت آمیز حق قانونی و حق بین المللی هست و ما تخریب و شکستن و نقصان رسوندن این برای هیچ کسی درست نیست. گفتیم که در میان شما عوامل نفوذی نیایند شیشه بشکنند و نقصان برسان. هفته گذشته بعضی از عوامل نفوذی دستگیر شده و عوامل نفوذی را افراد خود ما دستگیر میکنند. توهینم نکنید به هیچ کسی. همون قصده که دارید و مطلبی که دارید او را در شهر یک کسی میگه و او میتونه بگه و اهانت به کسی نباشه، مسالمت آمیز باشه و الله تعالی توفیق عنایت کنه همه ما را و نه کسی را بزنید، نه کسی شما را بزنه و مسالمت آمیز باشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.